قانون الله به بالای ما وضع کرده، تطبیقش ما بکنیم. خود ما حق نداریم که قانون جور کنیم. چرا؟ زیرا اگر خود ما قانون جور کنیم باز یکی خود نمیتونیم که یک قانونی که همه خواسته های ما را پورا کنه تو یک قانون وضع کنیم و دیگه انسان گرایش های فردی و خانوادگی و سمتی داره، عدالت کرده نمیتونه. یعنی می قوانین کفار جور کرده، دموکراسی و حقوق بشری، کجا عدالت کرده؟ هیچ چیز عدالت برپا نشده. پس الله میگه قانون از جانب ماست، تطبیقش شما کنین، همون قسمی که هست، یعنی می عدالت است. و این وقت میشود سعی کنین که عدالت در بین انسان ها که حکومت باشه. از این فهمیده میشه که بدون حکومت یک دولت قوی اسلامی عدالت برپا شده نمیتونه. این میال ما شما نه قاتل هم میبینیم جزا داده میشه، نه رازن جزا داده میشه، نه رشوتخور، نه شرابخور، نه زناکار، نه کسایی که انسان قاچاق میکنه، مواد مخدر، کی جزا میده؟ حکومت هست. ولی حکومت چه قسم حکومته؟ حکومت است که به ضد عدالت است. حالا اگه حکومتی که اسلام تطبیق کنه خو این بندباری ها کلش از بین میره. این قی ضعیف است که ما در بین دو نفر نمیتونه حقش تقسیم کنه. یک حکومت ضعیف، یک حکومت غلام برده اختیار خود نداره. کافر سرش مسلط است، اجازهش نمیده که به اسلام فیصله کنه و خودش هم نمیگه که من غلام هستم، خودش میگه من ایستم، من قوی هستم، من مستقل هستم. اما غلامی خدا بیخی باداری نشان میده. کاش که بگم من غلام هستم، از مردم کمک بخوام. من غلام هستم، به زور سر من فشار از ما را کمک کنه. کل مردم کمکش میکنن. این گپ هم نمیگه. اینمی بی بندباری و امی ظلم خود عدالت گفته قرار ششتگیست. مردم فریب داده رئیس.